چطوری اومدیم با ویدیو دیگه؟ سلام دوستان، چطوری اومدیم با ویدیو دیگه جذاب در ماینکرافت بدراک. دوستمون گفته بود که سلام دوستان، چطوری اومدیم با ویدیو جذاب و آموزشی دیگه که از دوستان گفته بود که آموزش چیز بذارم، آموزش بدون فرنس غذا پختن بذارم، لامپ بذارم. اومدیم اینا رو توضیح بدیم. دوستان ساب لایک رو بزنید، بریم سراغ ویدیو. Let's go. خب دوستان اومدیم. خب من اول اینو جونی کنم که بتونم آموزش بدم. خب روی چیز میذارم. خب اولین آموزش لامپ گذاشتن. اول شما به داکومنت بردارم، بی زحمت ببخشید. شما اول اینو برمیدارید، یه دونه لامپ رو برمیدارید از این لامپ های خاموش. بعد میایید از این چیزا برمیدارید، لورت. بعد این چراغ رو میذارید اینجا، بعد اینو مثلا میذارید کنارش. بعد هر وقت میخواستین چراغتون رو روشن کنه، مثلا میگی وای خوابم میاد اومدم، یعنی میخوام چراغ رو روشن کنم، اینجوری روشن میشه، اینجوری هم خاموش میشه. حالا بریم آموزش بدون فرنس غذا پختن. اول شما یه چیز میارید، آتیش میارید، بعد غذاتون رو میارید. غذا مرغ کجا؟ مرغ پخته. مثلا ما اینو برمیداریم، این دوتا رو برمیداریم، میذارید اینجا. آتیش خیلی جذاب. اینو میذارید اینجا، نما کنید داره سرخ میشه. اینو میذارید دیور، البته اوورش اصلا نمیشه اینو گذاشت. فکر کنم بعد بذاریم این پخ شه و همینجوری اینا رو میذارید. وقت پخ میکنید بدون فرنس. بله، اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک، فالو یادتون نره و کامنت هم بزنید. خوشگله. طوری خوش تیپ. خدافظ.